سلام به کلی نفرانی که عین حال ما را تماشا دارند. این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما چون هر وقت از کار پرخروش بازار تابستانه ترانسفری میگوییم. برآمدن خبری تمدید کنی شرطنامه همکاری 2 ساله میان کریستیانو رونالدو و النصر از زمره آن نویدهای فوتبالی گردید که در فضای مجازی زمین لرزه بزرگی را به میان آورد. مخصوصا خود خبری تمدید کنی شرطنامه نه، بلکه آن معاشی بیش از 200 میلیونی سالانه رونالدو همگان را به حیرت آورد. رونالدو 40 ساله که با النصر شرطنامه نوی 2 ساله امضا کرد، با اشتیاق بزرگی رسیدن به نقطه 1000 گل در مسند ورزشی سالانه 208 میلیون یورو به جیب میزند. بر زمین قدر مبلغ رونالدو 15% سهمیه های باشگاه النصر را صاحبی کرده وقتی خریدارهای تابستانی در بازار خود بازیگر انتخاب میکند. درآمد گپ سرمربی استفانو پیولی که برایش پسر نامد الکی از دست رفت و چندین بازیگران دیگر هم پیشتر از این تیم رفته بودند. پیشتر از این باشد کار مربیانی چون لوئیس کاسترو و رودی گارسیا برایش خوش نآمده بود. همچنین رونالدو در دوام 2 سال بعدی برای هر گل 95,000 یورو، برای هر ارسال گلی 45,000 یورو، 5 میلیون یورو از برای گرفتن کفش طلایی چمپیونات سعودی و 70 میلیون یورو بهره امضا کنی شرطنامه همکاری با شرکت‌های سعودی زیر دست می‌آورد. بر علاوه اینقدر پولگیری، رونالدو صاحب 16 کارمند نو از زمره 3 راننده، 4 پیشخدمت، 2 آشپز، 3 باغبان و 4 محافظ می شود. انا در این حالت می توان گفت که رونالدو در کشور سعودیان انیق تگی پول می ماند. رونالدو که در مسیر 2 موسم قبلی الکی از 11 جایزه محروم شده بود، باز اینقدر پول گرفتن است. پس اگر او من بعد یک جایزه با النصر بگیرد، می توان گفت او را در عربستان شاه هم مانند می شود. رونالدو بعد آنی که با شرط های رکوردی مهلت بودنش را در لیگ سعودیان دراز کرد، البته که در رو به اجرای کارهای اساسی غیر فوتبالیش شروع نمود. یکی از وظیفه‌های اساسی رونالدو برداشتن ایمیج کشور سعودیان و تعریف کنی آبادکاری های شیخان است. درآمد گپ رونالدو الکی به همگان مصلحت میدهد که به کشور عربستان سعودی بیایند و زیبایی‌های آن لذت برند. بعد آن که بازیگر دستان پرتغالی هفته قبلی با معاش سالانه 208 میلیون یورو مهلت قرارداد کاری را با دسته النصر تمدید نمود، الکی بر آن است که چمپیونات سعودیان شامل تا 5 بهترین لیگ‌های فوتبالی بوده چمپیونات جهانی سال 2034 مسابقه بهترین در جهان می شود. در علاوه سخنان سر پولگیری و پولچینی رونالدو در کشور پولداران بیابانی می توان گفت که محض از برای مناسبت با رونالدو یک حمله‌ور دیگر گران ارزش از النصر می رود. اینجا گپ سر جان دوران کلمبیایی می رود که در سن 21 سالگی از برای پول شده بهترین لیگ فوتبالی را ترک گفت و بر عوض 77 جمع 13 میلیون یورو زمستان به النصر پیوسته بود. ولی اگر این کلمبیایی میدانست که در این تیم نیت‌های پولگیری و بازیکنی به کلی از رونالدو وابستگی دارد، به نظرم پای به جانب پرلیگ عربی نمیماند. اکنون گفته می شود که جان دوران نیز به مثال اندرس تالیسکی ناراضی از رونالدو راه جانب فنربخچه ژوزپش میگیرد. لیگ فوتبالی ترکیه هم چون پیشین کلی نفران ناراضی و جبر دیده از نازهای رونالدو را به ملال قبول کرده و با آمدن دوران چون این نفران باز هم زیادتر می شوند. خلاص چگونه ای که در اینتر میامی مسی با دوستانش کلی چیز را حل می کند، در النصر باشد کریرا با پررگی گپزن است. هرچند که از اول سر و صداها اوید آمدن رشفورد به بارسا به نظر هر کس خنده آور به نظر می رسید، ولی عین حال گپ و کار رنگی جدی می گیرد. بعد آنی که فلیک پیشتر خود خواستار دعوت رشفورد شده بود، این نوبت باشد بارسلونا به بازیگر انگلیس خبر داده است که آخر تابستان جاری او را شامل تیم می کند. این کار هم نوابسته از خریداری نیکو ویلیامز عملی کرده می شود، زیرا با یک گفته بارسا الکی از درد تمام قرض‌های بودگی هم خلاص شده است. گفته می شود که بارسا الکی قرض‌ها نزد مسی
گریزمان، کوتینیو، کومن و دیگران را پرداخت کرده است. مثلا مسی وفادار به بارسا که به گفت مخلصانش حتی به پول هم میخواست در این تیم بازی کند، آخرین پولهایش را از بارسا در حجم 5 میلیون یورو به دست می‌آورد. پس اگر به سخنان مخلصان بارسا باور کنیم و مسی هم به قول مردم مردک میشد، پس قرضها را به دسته دوست داشتنیش میبخشید. ولی چطور میبینیم مسی آخرین تنگه ها را هم از خزینه بارسا کشیدن میگیرد. همینطور وقتی که پرداخت قرضه بعضی شرکت ها هم تا به سال 2050 هم دراز کرده شد و اکنون دسته لاپورتا در بازار آزاد نفس کشیدن میتواند، از این رو هم میتوان گفت که نیکو ویلیامز را هم میخرند و هم رشفورد را شامل تیم میکنند. مارکوس رشفورد باشد از برای پیوستن وسط بارسا راضی است که معاش کاریش به مراتب کم کرده شود و او در کرسی احتیاطی هم نشسته بیشتری وقت را به تماشای بازی لیواندوفسکی گذراندن گیرد. خلاص بعد آنی که امرین به امی آمد و رشفورد را کلا نالازم شمارید، دیگر غروری او هم به درجه شکسته شده است که حتی راضی است در بارسا هم معاشی کم بگیرد و هم از کفای لیواندوفسکی فوتبال تماشا نماید. همزمان در رئال مادرید گپ خبرها اوید ناراضی‌های وینیسیوس جونیور دیگر باره سر میزنند. این نوبت گفته می شود که بازیگری برزیلی میخواهد سالانه 30 میلیون یورو و همچنین جبران پولی ها از برای تمدید کنی شرطنامه زیر دست دارد. نزدیکان وینی جونیور برانند که قراردادهای نو اوید تمدید کنی شرطنامه کلاً حقیقت ندارند و در مورد خواسته های برزیلی باید که سری کار آمد. در این باره نشر اتلتیک می نویسد و از این برمی آید که سر و صداها کلاً خاراکتری دیگر می گیرند. بیشتر از این باشد مخلصان اوید رفتن وینیسیوس زیاد می نوشتند و او نیز نوشتجات ها اوید ریال را از صحیفه های اجتماعی خیش هم تازه کرده بود. آخری گپ این است که اگر ناراضگی های وینی جونیور از برای پول اگر چنین طور زیاد شدن می گیرد، از احتمال دور نیست که این برزیلی را نیز ما به زودی در چمپیونات سعودیان می بینیم. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.